سلام دوستان، به کانال سیاویژن خوش اومدید. امروز با آموزش قرار دادن تصویر توی تکست در خدمتتون هستم. برای این کار ابتدا یه راست کلیک توی پروژکتمون انجام میدیم و توی نیو آیتم بلک ویدیو رو انتخاب میکنیم. حالا بلک ویدیو رو باید بکشیم بندازیم توی تایملاینمون. البته دقت کنید که باید لایه زیری ویدیوتون قرار بگیره. خب من حالا تکست رو انتخاب میکنم و روی تصویر یه تکست ایجاد میکنم. از توی اسنشال گرافیکس فونت و اندازه تکستم رو تغییر میدم، جاشو تنظیم میکنم، همون جایی که میخوام باشه قرارش میدم. فقط دقت بکنید که فونتتون باید یه فونت تقریبا بولد باشه که تصویر توی اون قشنگ قرار بگیره. بعد از اعمال تغییرات از توی منوی افکت ترک رو سرچ میکنم و ترک مت کی رو انتخاب میکنم، میندازم روی ویدیوم. مت رو روی ویدیوی شماره 3 میذارم. حالا شما هر شماره‌ای که ویدیوتون رو قرار دادین اونجا میتونین بذارید. همینطور که میبینین کار تمومه.